Hello everybody. چطورین guys؟ آمرات هستم، خوش اومدیم. Hello everybody. چطورین guys؟ آمرات هستم، خوش اومدیم به این ویدیو من. امیدوارم که تو این مدت از ویدیوهام کاملا لذت برده باشین و یه فضای اینجا ما یه تغییراتی دادیم تو این فضا. اومدیم یکم این پرده کرماکی رو برداشتیم، گفتیم فضای یکم نچرال باشه دیگه، اینطوری خیلی بهتره. اضافه نور و پشت و این داستانا و این شروورا دیگه. حالا در کل امروز ما یه دونه ریاکت داریم، ریاکت به چالش Can somebody give me higher؟ شاید این واسهتون سوال باشه که این صدا از کجای من در اومد. راستش این صدا رو من دیفالت دارم، یعنی کلا وایس چنجر دیفالت توی گلوم اینجا. و اینکه خب با این صدا مثلا بعضی موقع آرپی میرم توی استریم، بعضی موقع حالا یه سری کارا انجام میدیم واسه ترول و فان و کانتنت و اینجور چیزا. و امروز ما میخوایم واقعا ببینیم که خارج از ایران توی مثلا کشورهای دیگه چه شکلی توی خیابونا هایا میگن و ببینیم چه جوری ان مردم، سطح جنبهشون، اخلاقشون، رفتارشون نسبت به این موضوع چه جوریه. Let's go. خب گایز این ویدیو اوله، ببینیم چه اتفاقی میفته تو هایا. Can I get a هایا؟ حالا اینا مثلا من اگه توی یه پارک معمولی اینا میگفتم، کل پیرمردای اون محدوده پارک و نمیدونم فلان و اینا میافتادن دنبالم میگفتن این اونی کیه؟ What the fuck؟ بریم ویدیو بعدی. Can I get a هایا؟ رو بالکونه. همین خیلی رندوم، مثلا فکر کن میری تو بالکن به یه نفر هویا بگی، یارو از تو ایران میاد فوشت میده، فوش خار و مادر و فلان و بسار و نه اینجا نه. خب بریم ویدیو بعدی. Can I get a fucking هویا؟ وای چقدر شبیه من گفت. من مثلا بعضی موقع خودم میگم اینطوریه. Can I get a هویا؟ هویا بیبی. داری چی کار میکنی؟ بریم ویدیو بعدی. واقعا کارگراشون هایا میگن، کارگراشون هایا میگن. What the fuck؟ اوه فکر کن تو مثلا تو یه همچین جمعی باشی، بعد مثلا به همه بگی کنن گدای هویا. حالا تو ایران یه دونه تو همچین جمعی بگی کنن گدای هویا، میگن نیو نگاه کن داره چی میگه، چی کار داره میکنه. بعدی تو سرویس خیلی خوبن اینا، عالی بود عالی بود. ببینیم آدمای خیلی خونگرم و باحالی ان. همین واقعا خیلی دوست داشتنه. یعنی یه بخش ویدیویی که اویی هست یه چالنجه، یه بخش دیگه رو نشون میده مثلا آدمای تو اون جمع چقدر جنبه دارن و چقدر باحال این موضوع. بریم ویدیو بعدی. واقعا چجوری روش میشه مثلا توی یه همچین کافه این شکلی بگه؟ من واقعا روم نمیشه. میخواستم یه باری حرکت انجام بدم ولی واقعا روم نشد. بعدی اینجام روم نمیشه. میدونی جالبش اینه که مثلا توی پاساژ، بیرون، هر جا، رستوران فرق نمیکنه، هر جا باشن همه پاین. یعنی مثلا آدماشون واسهشون مهم نیست. حالا مثلا من تو ایران رفتم توی پاساژ مثلا میگن هایه، مثلا توی اینجا کل مثلا اون چی میگن بخش سکیوریتیشون همشون داشتن منو نگاه میکردن و واقعا اصلا این موضوع خیلی بیشتر ترسناکه تا اینکه مثلا به عنوان یه چالش باشه. بریم ویدیو بعدی. Excuse me, sir. او شت. پلیسه؟ Can I get a هویا؟ او شت. حاجی فکر کن مثلا پلیس بیاد بگه هایه، یعنی انقدر پلیساشون پایه باشن. حالا فکر کن مثلا تو پلیسای ایران من برم بغل پلیسای ایران وایسم بگم پلیس میاد چیکار میکنه؟ همون باتومش رو صاف میکنه تو. ولی واقعا یه بار دیگه ببینی من بیشتر حسودیم داره به جنبه مردمش میشه. خیلی خوبن. بریم ویدیو بعدی. Attention Applebee's, it's my mom's birthday. Can I get a هایا؟ میگه Can I get a هایا for my mom's birthday؟ واسه تولد مامانشه. میگه که همه یه هایا بگیم واسه تولد مامانم.
دهنتو سرویس تو یه جای پابلیک. من فکر کنم اصلا تو یه جای پرایوت تو مهمونی چیزی هست ولی تو یه جای پابلیک. خیلی خوبه. Can I get a oh yeah? Yeah! حالا مثلا من کلم هم پنجره بکنم بیرون بگم کنن هایا. حالا هر جوری، نه با اون صدا نه با این صدا، حالا هر جوری کلا. حاجی یارو میاد یه دونه دیلدو ور میداره پا میشه میاد سمتم. به 365 روش غیر ممکن سامورایی بریتانیایی، حالا هر روشی میومد منو مورد عنایت قرار میداد. اون یکی میومد میگفت حرومزاده خفه شو، اون یکی میومد میگفت خوابی ما، اون یکی میومد میگفت چه میدونم مریض داریم، اون یکی میومد وای گایز اصلا نمیشه به این موضوع، اصلا ولش کن. نه Alrighty, what can I get going for you? Hi there, could I get a venti, oh yeah? Oh yeah! دهنت سرویس. اینا باجایی هستن فکر کنم، نمیدونم چی هن ولی فکر کنم بهشون پول میدی بهت غذا میدن یا همچین چیزایی. اگر تابلوش دارم نگاه میکنم آره کافیه تی نوشته. بعد رفته به پیشخانش گفته هایه بگو. اینم گفته هایه. خیلی خوبن. ویدیو بعدی. Alright, here we go. Attention Target shoppers! Can I get a oh yeah? میگه هر کسی توی شاپ هستش بگه کنای گزه هایه، یه هایه بگه و اونم گفت هایه. Shoppers, can I get a fucking oh yeah? Thank you. دهنتو سرویس. خیلی خوب بود. این بلندگو شاپو گرفته، تو بلندگو شاپ داره میگه بگین هایه. واقعا اکچولی عالی بود. ویدیو بعدی. باباشه؟ What? نه نگو که. Oh yeah! 100 بار گفتم بچه ها نیان تو استریمم مثبت 18. یعنی واقعا اکچولی واقعا درک نمی کنم ولی خب این بچه انقدری بعد بیاد به مثلا به این همچین بابایی بگه oh yeah oh daddy come on baby oh my lady actually I want you yeah. Attention shoppers! Can I get a oh yeah? فقط اینایی که پایه هستن میدونی بعضی هم اصلا روشون نمیشه. مثلا من خود من باشم روم نمیشه توی همچین فضایی بیام مثلا اینطوری بکنم. ولی خب به زودی تو فکرم هستش که چالش تیک تاکشو بذارم و یعنی مثلا چون من یه صدایی دارم که اسپشیاله و هر پسر این صدا رو نداره و خب میتونم این صدا کلی کار انجام بدم. حیفه که واقعا انجام ندادم. مثلا میبینم مثلا یه سری کسا تو اینستاگرام مثلا دوست دارن صدای دخترانه در بیان یه سری کارا انجام بدن یه سری پسرا، ولی خب در کل حیف من شد که این کارا رو انجام ندادم. ولی خب به زودی انجام میدم. گایز ویدیو تموم شد. امیدوارم از این پارت خوشتون اومده باشه. پارت 1 داره فکر کنم پارت 2 هم بعداً داشته باشیم از همین چالش هایه. و مرسی که توی ویدیو بودین. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. عشق منی، جیگر منین. حتما کامنت فینگلیش بزنید که ساباتون نپره. ساب خیلی هاتون پیدا بود ولی خب خیلی بهم حمایت میکنین اینطوری. بوس به کله همتون. Let's go. Goodbye.